واقعا قاتل خاموش ستون فقرات. شما میدونید روزانه و هفته چند تا جوون میان پیش من با دیسک کمر شدید که دیسکشون رو باید عمل کنیم و همه اینا تو بدنسازی این بلا سرشون اومده. بیمار امروز من فقط 23 سالشه، یه پسر 23 ساله که تو باشگاه دیسکش پاره شده و من الان عملش کردم. همین هالتری که میزنی، همین وزنه سنگینی که بلند می‌کنی و همین اسکاتی که می‌زنی دیسکتون رو نابود می‌کنه. خواسته یه حرف حقو به همه گوش زد کنه، اما با جمله بندی‌های اشتباهش گند زده تو حرفاش. من جواب این آقای دکتر عزیزمونو با چند تا پست قبل‌تر از این پستش میدم. جالبه که بدونید بیشترین فشار وارده بر ستون فقرات کمر وقتی که حمل اجسام سنگین می‌کنین نیست، وقتی که زیاد پشت این سیستم‌های کامپیوتری می‌شینین. الان تکلیف چیه؟ بی‌تحرکی قاتل خاموش دیسکای کمر و پاراگیریسی کمره، یا بلند کردن اجسام سنگین و هالتر و دمبل و بدنسازی کردن قاتل خاموش دیسکای کمره؟ سمی‌ترین جمله توی طب اینه: در تجربه شخصی من. تجربه شخصی، مشاهده کلینیکی، مشاهده شخصی به درد کسی نمیخوره. کمی بریم سراغ علم. این مقاله علمی خوب اومده بررسی کنه اونایی که دچار پارگی دیسک کمر شدن چه چیزی باعث پارگی دیسک کمرشون شده. دیدن که 62% این پارگی های دیسک کمر خود به خودی بوده، ناشی از بلند کردن جسمی، ورزشی، حرکتی هیچی نبوده، همینجوری خود به خود شروع شده. 26% به مسائلی غیر بلند کردن اجسام سنگین و وزن مربوط بوده. خب چقدر به بلند کردن وزن مربوط بوده؟ اونایی که وزنهای سبکی یعنی زیر 15 کیلو رو بلند کردن که واسه یه فرد مبتدی که تمرین نمیکنه وزن 15 کیلو هم نسبتا وزن سنگین میتونه باشه. 2% پارگی های دیسک کمر فقط مربوط به بلند کردن وزنهای زیر 15 کیلو بوده و 6% پارگی های دیسک کمر که واسه یه فرد مبتدی و بی تحرک 15 کیلو بالا وزن خیلی زیادی حساب میشه. جالب اینه سرفه کردن، عطسه کردن، حوادث اینجوری عامل 2% پارگی های دیسک کمره. یعنی تو وزنه زیر 15 کیلو بلند کنی احتمال پارگی دیسک کمر دقیقاً به همون اندازه است که شما عطسه کنی و دیسکت پاره بشه. الان من بیام دوربین بگیرم دستم، دستکشو محکم بکنم به در، بگم قاتل خاموش پارگی دیسکای کمر عطسه کردن، عطسه نکنین. این مقاله علمی نشون میده شماهایی که بالای 5 سال سابقه بدنسازی دارید در قیاس با افرادی که بدنسازی کار نمیکنن، اومدن دیسکای بین مهره کل ستون فقرات رو با هم مقایسه کردن، دیدن هیچ تفاوتی در طول روز، در کیفیت، ارتفاع و محتویات دیسک بین این دو گروه وجود نداره و نتیجه گیری کردن که بدنسازی نمیتونه باعث بدتر شدن و تخریب دیسکای کمر و ستون فقرات بشه. مقاله بعدی نشون میده وزنه سنگین نه تنها قاتل خاموش دیسکای کمری نیست و باعث تخریبشون نمیشه، بلکه باعث میشه دیسکای بین مهره‌ای با تحریک وزنهای سنگین یه کمکی بهشون بشه و اینا بیان خودشون رو نوسازی کنن. یعنی وزنهای سنگین کمک به نوسازی بیشتر دیسکای بین مهره‌ای میکنه، به شرطی که با حجم کمتر و فرکانس کمتر انجام بشه. سعی کردم مختصر بگم، زیاد رفرنس علمی ندم، حضورتون سر نبرم. اگه خیلی علاقه‌مندین به اینکه رفرنس‌های علمی رو بخونید و با جزئیات در مورد آسی و چگونگی پاراگی دیسک کمر و بدنسازی و بایدها و نبایدها یاد بگیرید، ببینید این پستم نگاه کنید، اونجا کامل بررسی کردم.